ترکش‌های قوی روز 10 اکتبر کیف پایتخت اوکراین و شهرهای لواو، ترنوپیل و دنیپرو لرزاند. پس از چند صدای بلند ترکیش، دودی غلیظ از مرکز کیف به هوا بلند شد. این تنوره بزرگ در گوشه یک باغ و نزد محل بازی کودکان است. آنچه که زیر تنوره باقی مانده است پاره از موشک است. در دیگر جاهای کیف ماشین‌های کاملا سوخته و سیاه شده را می‌توان دید. در اینجا طبیبان افراد مجروح را معاینه و معالجه می‌کنند. تاکنون دایر به کشته و زخمی شدن 17 نفر گزارش شده است. Кому ще треба допомога? پیش از این حمله ها ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اوکراین را به حمله تروریستی در پل کرچ متهم کرد که روسیه را به کریم می‌پیوندد. ترکش ماشین بمب گذاری شده قسمی از این پل مهم تامیناتی نیروهای روسیه در جنوب اوکراین را ویران کرد. ولادیمیر پوتین روز 9 اکتبر گفت هدف حمله ویران کردن زیر بنیادهای بسیار مهم غیر نظامی روسیه بوده است و آن را خدمات مخصوص اوکراین طرح‌ریزی و عملی کردند. پوتین در این باره با الکساندر باستریکین سردار کمیته تفتیشاتی روسیه صحبت می‌کرد که ترکیش را تحقیق می‌کند. باستریکین گفت ماشین بمب گذاری شده از طریق بلغارستان، گرجستان، ارمنستان حرکت کرده و تا ولایت کراسنودار و سپس به این پل رسیده است. و افزود که در طرح‌ریزی حمله شهروندان روسیه و خارجان و خدمات مخصوص اوکراین کمک کردند. پل کرچ نه تنها راه مهمی تامیناتی بلکه یک شاهرگ برای بندر سواستوپل به حساب می رود که سپاه دریایی روسیه در بحر سیاه در آنجا جایگیر است. پل مذکور در زمان نیمه ویران شد که نیروهای روسیه در جنگ پی هم شکست خوردند و نگرانی از استفاده سلاح اتمی از طرف روسیه زیاد شد. ولادیمیر پوتین در هفته‌های گذشته به غرب هشدار داد که پاسخ هر گونه حمله می تواند با اسلحه اتمی باشد.